سلام، به فروشگاه نصر خوش اومدید. من رضا نصرآبادی هستم، در خدمت تمام دوستانی که به انواع شیلنگ ها نیاز دارند. امروز میخوام راجع به یکی از پرکاربردترین شیلنگ های یک بخش کشاورزی و صنایع براتون توضیح بدم. شیلنگ های خرطومی در دو رنگ طوسی و آبی عمدتاً تولید میشن. رنگ طوسی مخصوص بخش آب و کشاورزی و رنگ آبی برای مواد نفتی و گازوئیل مصرف میشه. سایزهای بخش کشاورزی از 1 اینچ تا 8 اینچ تولید کارخانه نصرافزار و با برند پارس کویر و پارس فلکس تولید میشه. شما میتونید شیلنگ های خرطومی آبی و طوسی رو از مجموعه نصرافزار با قیمت مناسب تهیه بکنید. شیلنگ های طوسی از سایز 1 اینچ تا 8 اینچ تولید میشه که این شیلنگ ها به دلیل انعطاف خیلی خوبی که دارن و همینطور استکاک پایینی که در داخل لوله وجود داره برای مصارف کشاورزی بسیار مقرون به صرفه، با کاربری آسان و راحت در بخش کشاورزی بسیار پرمصرف است. ما توان تولید شیلنگ های خرطومی در رنگ های مختلف رو به سفارش مشتریان داریم. در رنگ های طوسی، سبز، زرد و هر رنگی که سفارش مشتریان باشه.